با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران در یکی دیگه از ویژه برنامه‌های مختص به جنبش سراسری مردم ایران به شکل زنده در خدمت شما بینندگان گرامی هستیم. همون گونه که پیشتر وعده داده بودیم، در یکی از برنامه‌ها مهمان ما رفیق بهرام رحمانی بودند که در مورد پاره‌ای از مباحث ما بحث و جدل کردیم و بخشی از اون بحث باقی موند که در مورد آلترناتیو بود. تو این برنامه میخوایم همین موضوع رو بیشتر باز بکنیم. البته برنامه رو به دو بخش تقسیم میکنیم. بخش اولش رو اختصاص میدیم به موضوع فردا 21 آذر ماه که همزمان است با سرکوب جنبش آزادیخواهی خلق آذربایجان. جناح‌های بورژوازی و در رأس آنها سلطنت طلب‌ها در طی چند روز گذشته در مورد این واقعه بسیاری مطالب نوشتن و اون رو به نوعی به همون شوونیسم فارسی خودشون پیوند زدن و از مواضعی که داشتن، از قتل عامی که کردن و سرکوب خونین که انجام دادن در آذربایجان به نوعی دفاع کردن و این رو در راستای وطن پرستی و میهن پرستی در واقع تعریف کردن. ما در بخش اول برنامه پس میخوایم این موضوع رو بررسی کنیم. رفیق بهرام رحمانی مقاله بسیار زیبایی در جوابیه‌ای به امیر طاهری نوشتن و اون رو در سایت‌های مختلف هم پخش کردن. ما در مورد این مقاله میخوایم بیشتر بحث بکنیم. همین الان رفیق بهرام رحمانی با ما هستن. من سلام عرض میکنم خدمت شما رفیق بهرام. منم متقابلا به شما و بینندگان تلویزیون درود میفرستم و براتون آرزوی تندرستی دارم. سپاسگزارم. ما هم همچنین برای شما آرزوی سلامتی داریم و خوشحالیم بار دیگر شما را در پخش زنده تلویزیون حزب کمونیست ایران میبینیم. ممنون. رفیق اگه اجازه بدی پس سریع میریم سر مبحث، چون همونگونه که پیشتر هم عنوان کردم 1 ساعت ما برنامه زنده داریم، به 2 نیم ساعت تقسیمش کردیم. بخش اول رو اختصاص میدیم به پاسخ شما به امیر طاهری برای مقاله‌ای که نوشتن. پس بحث رو از اینجا آغاز میکنم. چه ضرورتی باعث شد که شما چنین جوابی مستحکمی به امیر طاهری بدید؟ بار دیگه از شما ممنونم. برای بینندگان تلویزیونم آرزوی تندرستی و موفقیت دارم. امیر طاهری از روزنامه‌نگاران قدیمی، فعالین سیاسی طرفدار سلطنت و در برخی روزنامه‌ها از جمله ایندیپندنت فارسی این مقاله نوشته در رابطه با 21 آذربایجان. در واقع فردا 21 آذربایجان روز کشتار مردم آذربایجان و پشت سرش مردم کردستان و از بین بردن حکومت‌های محلی دموکراتیک اون دوره که نخست 21 آذر به آذربایجان حمله کردند، کشتار کردند. درست 40 روز بعد به جمهوری مهاباد حمله کردند و کشتار کردند. امیر طاهری از چهره‌های سرشناس سلطنت طلب هست. در محافل بورژوازی جهان از جمله مؤسسه جان بولتون که یکی از مسئولین امنیتی دولت ترامپ و دوره‌ای نماینده آمریکا در سازمان ملل بود، اونجا فعالیت میکنه و در محافل دیگه سرمایه‌داری. و خب ایشون مطلبی که نوشته و خب مطلب از سر احساسی ننوشته، از سر یه روزنامه‌نگار قدیمی فعال طرفدار سلطنت در مورد وقایع حدود 75 سال پیش می‌نویسه که این وقایع رو تحریک میکنه. من بحثم تو اون مقاله هم نوشتم گرایش سیاسی آقای امیر
طاهری نیست. خب هر کس آزادی بیانش، اندیشش، هر نوع گرایشی را برای خودش انتخاب کنه و در رابطه با اون فعالیت کنه و همگان هم آزادن در رابطه با هر گرایشی، هر دینی، مذهبی، سیاستی، دولتی نقد و نظر خودشو بگه بدون اینکه کسی براش مزاحمت ایجاد کنه. و اساسا من اون چیزی که توجه منو جلب کرد، منو مجبور کرد که تو این شرایطی که جامعه ایران بسیار بحرانیه، احتیاج به همبستگی فارس و کرد و ترک و عرب و بلوچ و غیره داره، لور داره و اومدن یه درد قدیمی را دوباره زنده کردن و تفرقه انداختن، عملاً این یه کار بسیار غیر انسانی و غیر سیاسیه و به ویژه تاریخ رو تحریف کنی. خب تاریخ هرچه به نظر من تلخ باشه یا شیرین باشه به همون شکل باید بیان بشه تا بتونه نقاط مثبت و منفیش مورد ارزیابی قرار بگیره. تحریف تاریخ کلاً خاک پاشیدن دو چشم جامعه است. اونم کسی مثل امیر طاهری که ادعای خیلی بیشتری هم داره. خب این تحریف وقایع 21 آذربایجان بسیار غیر انسانی، غیر سیاسی، غیر اجتماعی، غیر اخلاقی حتی. خب ایشون داره میگه اون روز ارتش ایران رفت آذربایجان نجات داد. حالا ما ببینیم آذربایجان کجا بود، در لبه کدوم پرتگاه بود، در کدوم باطلاقه گیر کرده بود که ارتش حکومت پهلوی بره اونها را آزاد کنه و بشه روز جشن شادی شبنیزم پارس به ویژه طیف سلطنت طلب. خب اون چه اتفاق افتاده تو آذربایجان، یکی از دستاوردهای مهم قانون مشروطیت تشکیل انجمنهای ایالتی ولایتی بود. یعنی یه دولت مرکزی متمرکز وجود نداشته باشه، مردم غیر پارس سراسر ایران هم بتونن پارلمان خودشون رو داشته باشن، احزاب خودشون رو داشته باشن، حکومت خودشون رو داشته باشن، انتخابات خودشون رو داشته باشن، در این حال در چارچوب اون کشور دارن زندگی میکنن، زبانشون آزاد باشه، دانشگاه داشته باشن، مدرسه داشته باشن، تئاتر داشته باشن، برنامه‌های هنری داشته باشن. خب آذربایجان بر اساس همین مسببه مشروطیت یا دستاورد مشروطیت خب فرقه دموکرات آذربایجان تشکیل شد. اونم در شرایطی که جنگ جهانی دوم به آخر خودش رسیده و متفقین وارد ایران شدن به دلیل اینکه رضا شاه با هیتلر، با فاشیسم همکاری میکرد و از ایران به عنوان پلی نیازهای ارتش فاشیست آلمان را میخواستن برسونن به جبهه‌های روسیه یا شوروی اون موقع. خب بریتانیا یا انگلستان بخش دیگه ایران اشغال کرده بود. خب تو این شرایط خب معلومه حکومت مرکزی به عنوان نوکر کشورهای امپریالیستی هم شوروی هم بریتانیا عمل میکنه، درمانده است، به طوری که رضا شاه و متفقین وارد ایران میشن تبعید میکنن به جزیره گابون در آفریقا. هنگامی که رضا شاه و رضا خان میرپنج رو تبعید میکنن حتی یه ایرانی نمیاد ازش حمایت کنه، به خاطر اینکه به حدی این آدم خشونت طلب بود، به حدی مستبد و دیکتاتور بود که دکتر احمدی، دکتر زندانبانش، معروفه که به زندانیان سیاسی آمپول هوا میزد، از بین میبرد، خودش زندانیان را کتک میزد. حتی افسرهای ارتش و قزاقی که به قدرت رسیده بود
موقعی که به قدرت رسید یه قزاق بود، موقعی که تبعید میشد میلیاردها دلار اون موقع پول داشت و صدها کیلومتر زمین‌های مردم غصب کرده بود. احساس نمی کنید که هدف اصلا از سر کار آوردن رضاشاه در کودتای 3 اسفند، اونم توسط فراماسونری مثل سید ضیا که عموما نماینده دولت بریتانیا بود در ایران، میدونیم که چند ماه بعدش هم اصلا نمون، یعنی اون آیا در راستای سرکوب همون انقلاب مشروطیت و حرکت رو به دموکراسی ایرانیان نمیبینید؟ کاملا درست سوال شما، با شما کاملا موافقم. سید ضیا روزنامه‌نگاری بود که از طرف انگلستان مورد حمایت قرار می گرفت. کودتای طراح تئوریسینش در واقع سید ضیا بود، انگلستان بود، و قدرت بازوی نظامیش هم رضاخان بود چون رئیس قزاقا بود. خب اینا موقعی که اومدن دستاورد، همینطور که خمینی اومد دستاوردهای انقلاب 57 رو نابود کرد در عصر جدید 44 سال پیش میبینیم، اون موقع هم حدود 95 سال پیش رضاخان، سید ضیا کودتا کردن، تمام دستاوردهای انقلاب و مشروطیت از بین بردن، از جمله ممنوعیت زبانهای مادری و برجسته کردن تنها یه زبان، خدا شاه میهن، یه زبان یه پرچم. خب قانون ضد سوسیالیستی خود رضاخان معروفه، یکی از اهداف اینا از بین بردن جنبش‌های حق طلب بود. همونطور اونجایی که به آذربایجان برگردیم، خب سید جعفر پیشاوری یکی از چهره‌های سرشناس جنبش کمونیستی ایران بود، جزو بنیانگذار حزب عدالت بود، حزب کمونیست اون دوره بود، یکی از همفکران و همراهان میرزا کوچکخان جنگل تو حکومت رشت بود و بعد از اون نماینده مجلس شد و مجلس اینو رد کرد، نمایندگی شد. انسان بسیار برجسته، سردبیر چند تا روزنامه بود، بسیار چهره شناخته شده اون دوره درون بلشویک‌ها، چپ جهانی، چپ منطقه‌ای بود. ایشون اومد فرقه دموکرات آذربایجان رو درست کرد. فرقه دموکرات آذربایجان یکی از مترقی‌ترین و دموکرات‌ترین و چپ‌ترین نیروهای زمان خودش بود. یه نیروی مستقل که با حمایت مردم، با آرای مردم رو کار اومد و تو تبریز، پایتختش تو تبریز بود. جمهوری ماهاباد و درست عرض کردم 40 روز بعد از اون تو ماهاباد تشکیل شد. جمهوری ماهاباد از نظر تفکر و سیاسی ناسیونالیست بود، ولی فرقه دموکرات آذربایجان از نظر سیاسی چپ بود و این فرقه هم اون موقع گفته میشد، اون موقع به احزاب فرقه میگفتن. الان فرقه یه حالت منفی داره، ولی اون موقع تو ادبیات سیاسی به احزاب فرقه میگفتن، منفی نبود. به خاطر همین میگن فرقه دموکرات آذربایجان. و از این نظر اون مدت کمی که یه ساله فرقه دموکرات آذربایجان رو کار بود، کارهای بسیار ارزنده‌ای کرد. برای اولین بار در ایران زنها حق رأی شدن، وارد سیاست شدن، وارد فرهنگ شدن، وارد اجتماعات شدن. تو ایران هنوز این حق وجود نداشت. برای اولین بار تبریز لوله کشی آب آسفالت شد. تهران از اینا خبری نبود. برای اولین بار حقوق مشخص برای کارگران قانون کار تعیین شد. برای اولین بار در ایران روستاییان فقیر صاحب زمین شدند. زمین‌های فئودالا را بین خود روستایی‌هایی که زحمت می‌کشیدند به عنوان برده اونجا کار می‌کردن برای ارباب تقسیم کرد. همه صاحب زمین شدند. دانشگاه تبریز رو تأسیس کرد. 10 مدرسه تأسیس کرد. زبان مادری، زبان آذری در تمام سطوح
تدریس میشد. کتاب ها، تئاترها، نمیدونم هنرها، مؤسسه عاشقها تأسیس شد تو آذربایجان. همه اینها با حمایت مردمی بود. هیچ کدوم از اینا از بالا و دستوری نبود که به فرهنگ سازی شده بود در مورد فرقه دموکرات. همه رهبرانش، همه نیروهای آگاه و با تجربه بودن و این دستاوردهای اینا بود تو آذربایجان. همه ازش حمایت میکردن. درست تو اون آخرای جنگ جهانی دوم، موقعی که شوروی و بریتانیا بخشای از ایران اشغال کرده بودن و هر دو دولت با دولت مرکزی وارد بدبستان‌های شده بودن. در این حال هم خیلی طبیعیه، مثل الان هم اینجوریه، گوشه چشمی هم به جنبش‌ها داشتن که چجوری از اینا سوء استفاده سیاسی بکنن در رابطه با پیشبرد امر منافع طبقاتیشون، اقتصادیشون، سیاسی نظامیشون با حکومت مرکزی. در واقع به همین دلیل بود استالین یه چشمش به جنبش آذربایجان بود، یه چشمش به حکومت مرکزی بود. با حکومت مرکزی وارد بدبستان شده بود که بر رو نفت شمال رو بگیره و داشت با دولت معامله میکرد و طبق قرار سازمان ملل، طبق قرار خود این دولت ها، قرار بود بعد از پایان جنگ 6 ماه بعد نیروهای اشغالگر از ایران خارج بشن. یعنی دولت مرکزی، حکومت پهلوی دقیقاً نوکر این دولت‌های امپریالیستی شده بود. از خودش هیچ قدرتی نداشت، به طوری که رضاخان را تبعید میکنن، پسرش محمد رضا را جوان و سر کار میارن. معروف بوده که این شاه خانوادی خودشه، درون کاخ خودشه، هیچ کس براش پره خورد نمیکنه، اهمیت بهش نمیده. این فضا باعث شد که زندانیان سیاسی آزاد شدن. خود جعفر پیشاوری حدود 11 سال در زندانهای مخوف رضاشاه به سر برده بود. احزاب دوباره فعالیت خودشون را از سر گرفتن، روزنامه‌ها فعالیت خودشون را از سر گرفتن. اینجا بود که جنبش آذربایجان، جنبش کردستان تونست فضایی پیدا کنه و خودشو جمع جور کنه، جنبشش رو جمع جور کنه و بتونه حکومت محلی بر اساس اون دستاوردها یا مسببات انقلاب مشروطیت، انجمنهای ایالتی ولایتی به وجود بیاره. یعنی در واقع به نوعی غیر متمرکز شدن حکومت، به نوعی شبه شورایی میشه گفت اون دوره وضعیت نگریسته میشد. رفیق برام، معمولاً بهونه‌ای که میارن هم چه مقوله آذربایجان چه جمهوری کردستان در مهاباد رو، اینا رو به تجزیه طلبی و جدایی از ایران متهم میکنن و رسالت تاریخی خودشون میدونن سلطنت طلبها که ما از کیان کشور، از مرزهامون دفاع کردیم، به همین خاطر لشکر کشی کردیم به این مناطق. در حالی که ما میدونیم در زمان که ایران اشغال شده بود توسط متفقین، اتفاقا تو این دوتا استان بیشترین درگیری ها بود با همین نیروهای متفقین. یعنی شاید بشه گفت جزء اولین مناطقی بودن که مردم محلی خودشون دست به اسلحه بردن، جنگیدن باشون و این مناطق رو آزاد کردن، به نوعی کمک کردن که دولت مرکزی رو که از زیر سلطه اشغالگرا بیاد بیرون. اما این اتهام چه بهونه‌ای هست پشتش که میان به این شدت سرکوب میکنن؟ ببینید، مسئله همینطور که داشتم عرض میکردم، جرم بزرگ جنبش کردستان و جنبش آذربایجان همین پیاده کردن مصوبه های انقلاب مشروطیت، انجمنهای ایالتی ولایتی بود. و اون موقع شما تمام اسناد رو نگاه میکنی، نه تو کردستان نه تو آذربایجان هیچ مطلبی به عنوان کتابی،
عنوان مستند پیدا نمی‌کنی که اینا بگن ما میخواییم از ایران جدا بشیم، بلکه اینا میگن که ما این دموکراسی رو که برای آذربایجان کردستان میخواییم برای سراسر ایران میخواییم. و بنابراین اون چیزی که اتفاقا سالها دولت‌های فاشیست ترکیه تا کنون، دولت عراق تو دوره صدام حسین و تو سوریه از آفساسد تا پسرش و تو ایران پدر و پسر پهلوی، اینا هر موقع این مردم غیر فارس زبان هر جای ایران اومدن بگن آقا چرا ما را شهروند درجه 2 میشناسین، چرا ما ابتدایی ترین حق مسلممون اینه که از زبانمون استفاده کنیم، چرا زبان ما را در دانشگاه ها در مدارس ممنوع کردین، در ادارات ممنوع کردین، چرا ما حق نداریم برای خودمون تلویزیون داشته باشیم، رادیو داشته باشیم، حزب داشته باشیم، زبان مادری. هر موقع این حق فریاد زده شده، همین امروز هم تو ایران و ترکیه اینجوریه، بلافاصله این اسم رمز تزیه طلبی را این مهر رو میکوبند به پیشانی این مردم و تزیه طلبی از اونجا میاد. تزیه طلبی کشف و یا اسم رمز سرکوب خلقهای غیر فارس ایران تو ایران یا ترکیه یا عراق سابق یا سوریه بوده، غیر از این چیز دیگه ای نبوده. و تا اونجایی که برمیگرده به این بحث مشخصمون به آذربایجان، اتفاقا تو اون اواخر میاد شوروی و به رهبری استالین با حکومت وقت ایران ساخت و باخت میکنن و میگن امتیاز نفت شمال رو به شوروی میدیم و شوروی تعهد میکنه که نیروهاش از ایران خارج کنه و نیروهاشو خارج میکرده. اون موقع حتی از جمهوری آذربایجان تو باکو مسئولین اونجا به استالین نامه می نویسن، میگن ما داریم میاییم بیرون، اقلن یه سری سلاح به فرقه آذربایجان بذاریم بهشون بدیم، اینا نیاز دارن. استالین مخالفت میکنه. سلاح به عنوان یه جنبشی که حق داره از هر کسی سلاح تهیه کنه و این سلاح رو نمیدن. حتی به نامه‌های پیشه‌وری که به استالین نوشته میشه استقلال خود ایران را مطرح میکنه، جنبش آذربایجان را مطرح میکنه، نامه‌هاشو بی جواب میذارن. و موقعی که قرارداد نفت با شوروی امضا میشه، شوروی هم مثل هر دولت دیگه سرمایه‌داری جهان دنبال منافع خودش بود، منافع جامعه ایران نبوده، منافع مردم آذربایجان و کردستان نبوده، دنبال منافع خودش بوده. این قرارداد که امضا میکنن نیروهاش میره بیرون، درست نیروهای ارتش شاهنشاهی وارد قزوین میشه، زنجان و اینها هر جا میرسن کشتار میکنن. خود قزوین زنجان کودکان را کشتن. موقعی که وارد تبریز میشن، به گفته خود یکی از این ژنرال های ارتش که اسمش الان یادم رفته که هم با شاه خیلی دوست بوده، هم یکی از فرماندهان لشکرها بوده، رزمارا نه الان یادم بیفته میگم، بهرو، اون داره میگه ما وارد تبریز شدیم حدود 2-3 هزار نفر رو دیدیم اعدام کردن. حالا این نمیگه اینو کی اعدام کرده. در واقع قبل از اینکه ارتش وارد اونجا بشه، نیروهای چماقدار، فودالها، حتی ارتشیایی که قبلا اونجا بودن با لباس شخصی وارد آذربایجان کرده بودن. اینا به فرقه حمله میکردن، نیروهای فرقه مردم عادی را میکشتن و گفته میشه موقعی که ارتش وارد اونجا میشه
از 3000 نفر که به گفته این ژنرال فرمانده ارتش تا دیگران، از 3000 نفر تا 30,000 نفر گفته میشه که اونجا قتل عام میشه. اسناد مختلفی داره، حتی من به این اسنادم اتکا نکنیم، حتی یه نمونه اینو که عکس و تصویر اینها هم وجود داره، من تو اون مقاله آوردم. 26 آذر به تمام مدارس دانش آموزان آذربایجان اعلام میکنه هر کتاب ترکی داریم با خودتون بیارید. میارن چندین نقطه شهر از جمله دانشسرای تبریز این جشن کتاب سوزی راه میاندازن. کتابای ترکی، CD، نوار، هر چه بوده، کتاب آموزشی، کتاب علمی، کتاب رمان، همه رو میریزن اونجا میسوزونن. این نمونه رو ما فقط تو آلمان هیتلری میبینیم. یعنی همون سیاست همکاری رضا شاه با هیتلر که سیاستاشو میخواست تو ایران پیاده کنه، این بار بعد از شکستش پسرش محمد رضا شاه تا آذربایجان پیاده میکنه همون سناریو رو، کشتار مردم ترک. و میان تو مدارس صندوق میذارن، میگن تو مدارس هر بچه‌ای که ترکی حرف بزنه پدرش رو صدا میکنن باید جریمه بندازه تو اون صندوق. حتی تو کردستان میگن هر کی شلوار کردی بپوشه جریمه داره میشه. حتی قاضی محمد اطرافیانش شقه میکنند، آویزون میکنند به دروازه مآباد. فرقه دموکرات نیروهایش موقعی که تو این شرایط قرار میگیرند هیچ کمکی نه تنها از طرف شوروی بهشون نمیشه، بلکه از طرف آمریکا و بریتانیا هم کمک‌های خیلی زیادی به دولت مرکزی میشه. حتی نیروهای تو خود آذربایجان شوروی اون موقع در همکاری با حکومت مرکزی ایران خرابکاری های میکنن تو آذربایجان. به هر رو این نیروهای فرقه یه تعدادی به هر رو تنها جایی که میتونستن از کشتار نجات پیدا کنن برن، نزدیکترین راه، ساده ترین راه جمهوری آذربایجان بود، چون هم مرز هم از عرس راحت میتونستن برن اون بر بیان و اینا تونستن پیشاوری و خیلی از رفتن اونجا. بعد از مدت‌ها استالین اجازه داد که این نیروهای خود پیشاوری تو مرزهای ایران پایگاه‌هایی داشته باشن. این نیروهای فرقه دموکرات یا چریکای فرقه دموکرات رو اونجاها مستقر کنن. تو یکی از بازدیدهایی که پیشاوری میرفته اونجا، پیشاوری میره اونجا، شب برمیگردونند، تو راه ماشین تصادف میکنه، راننده سالم میمونه، پیشاوری که بغلش نشسته بوده میمیره و زخمی میشه، آسیب میبینه، میبره بیمارستان. حتی التماس میکنه دخترش رو بیارن ببینه، پسرش جراح بوده بیارن ببینه، یه ساعتی فاصله بود نمیارن. و اونجا داره میگه به مأمور کاژبه که ازش بازجویی میکنه، میگه من 11 سال زندانهای جمهوری اسلامی اونها نتونستن منو بکشن، ولی تو باکو منو به راحتی کشتن. و این دستور پاکسازی های استالین بوده. و بنابراین این حرفی که آقای امیر طاهری می نویسه، روزنامه‌نگار قدیمی بالای 80 سال، این واقعیت های تاریخی اونجاست. چرا امروز که مردم ایران تو خیابونا هستن میخوان جمهوری اسلامی را سرنگون کنن، شعارهای مثل کردستان چشم چراغ ایران، از تبریز تا آذربایجان، از سیستان بلوچستان تا کردستان، همه
متحد بشن، امیر طاهری میاد علیه مردم آذری اینجوری دروغ، یه مشت دروغ تحویلشون میده، به زخماشون دقیقا نمک میپاشه. این تفرقه اندازی تو جنبش انقلابی امروز ایرانه که توسط امیر طاهری و همفکراش داره. این یکی از توطئه‌هایی داره هست که علیه این انقلاب موجود ایرانه. رفیق برام اینجا یه امیدوارم هر رو فردا که 21 آذره مردم تبریز، تمام آذربایجان، تو کردستان، تو شهرهای دیگه، این جنبش انقلابی با همون شعارهای محکوم کردن کشتار 21 آذر توسط ارتش شاهنشاهی تو کردستان آذربایجان را به شعاری تبدیل کنند، به شعارهاشون اضافه بشه و همبستگی مردم و ترک و فارس و عرب و لور و بلوچ بتونه ارتقا پیدا کنه. اینا دارن تفرقه میندازن، ما باید به اینا هوشیار باشیم و امیدوارم فردا تبریز و شهرهای دیگه آذربایجان نسبت به این عمل غیر انسانی طیف سلطنت طلب و امیر طاهری به عنوان تئوریسینشون و به جنبش انقلابی امروزشون علیه جمهوری اسلامی این جنایت حکومت پهلوی پدر و پسرم اضافه کنن، این آینه جلو جامعه بذارن و نذارن اینو خاک تو چشم جامعه بپاشن. سپاسگزارم. میخواستم این موضوع رو مطرح کنم که به نوعی حرفای شما یا فکت های تاریخی، این ادعایی که جناح بورژوازی مطرح میکنه که پیشوری عضوی از حزب توده بوده، با کاگب همکاری داشته، نمیدونم میخواسته به نوعی آذربایجان رو با آذربایجان شوروی یکی بکنه و بخشی از اون امپراتوری سوسیالیستی یا کمونیستی شوروی بشن، اینا به همون بهونه بوده که این کارو کردیم. یعنی این حرفای شما اونو رد میکنه. ببینید ببینید جعفر پیشوری یه شخصیت مستقل داخل جامعه ایران بود. پیشوری از بنیانگذاران حزب کمونیست ایران بود، حزب عدالت بود، جنبش‌های اجتماعی، جنبش کارگری بود و هرگز پیشوری عضو حزب توده نبود. حزب توده بعدها تشکیل شد و این با کسایی که حزب توده را تشکیل داشتن رابطه دوستی داشت، ولی خودش هرگز عضو حزب توده نبود. حتی تو اون موقعی که با آذربایجان حمله میشه، حزب توده تو مجلس 3 تا اگه اشتباه نکنم نماینده مجلس داره. اینا اعتراضشون کجاست؟ که به ارتش، به شاه، به حکومت اعتراض کنن که شما دارین تو آذربایجان کشتار میکنید. کو اون اسناده که حزب توده بده بیرون بگه که آقا پیشوری عضو ما بوده، کادر ما بوده و اصلا خیلی ها دارن تلاش میکنن اینایی که این جنبش آذربایجان را، جنبش دموکراتیک را وصل میکنن به حزب توده و وصل میکنن به شوروی، در واقع میخوان دشمنیشون را به این جنبش نشون بدن، با این مردم نشون بدن. و این گرایشات هم غیر از گرایشات شیبونیستی و سلطنت طلب هیچ گرایش دیگه نیست. تو کردستان ما این بحث رو نداریم، تو خوزستان نداریم، سیستان بلوچستان نداریم، شمال ایران نداریم. این بحثا از پایتخت، اطرافیان سلطنت سابق و امروز کسایی که میخوان این وارث تخت سلطنت بشن به روی مبارکشون نمیارن. شما میخواین این سلطنت رو بگیرین، دوباره احیا کنین، ولی جنایت هایی که پدر و پدر بزرگ رضا پهلوی کرده اینها رو اصلا روش سرپوش میذارن. حتی چند روز پیش که 16 آذر روز دانشجو بود، رضا پهلوی پیام میده تو دانشگاه اعتراض کنن.
بدون اینکه بگه آقا اصلا این جنبش 16 آذر تو تاریخ ایران چگونه ثبت شد. بعد از کودتای 28 مرداد 16 آذر در اثر حمله گارد شاهنشاهی به دانشگاه تهران و کشتن 3 دانشجو، زخمی کردن صدها دانشجوی دیگه و دستگیری هزاران نفر جنبش دانشجویی شد، تو تاریخ ثبت شد. ولی امروز ایشون به روی مبارکشون نمیاره که به همون دانشجویایی که میخوان این جنبششون را و با اون شعار مرگ و ستمگر چه شاه باشه چه رهبر بگیرن، ایشون به روش نمیاره که پدر این جنبش دانشجویی ریشه در اونجا داره. بنابراین اینها آسیب‌های امروز، ما فقط صرفا نمیخوایم بحث تاریخی باز کنیم و هدف منم از نوشتن این مقاله یا این صحبتی که اینجا داریم بحث 75 سال پیش گذشته، ولی امروز کسایی که اینا دارن مطرح میکنن دوباره میخوان خاک تو چشم جامعه بپاشن، دوباره همون کسا با لباس دیگه‌ای وارد جنبش جامعه ایران بشن، دوباره در آینده همین بلا رو سرشون بیارن. همین بلا رو الان تو جمهوری اسلامی تا دیروز اصلاح طلبها معلوم نبود کجا هستن، امروز همه به تلاطم افتادن که به عنوان سپاه اطمینان حکومت وارد صحنه بشن، بلکه بتونن دوباره مثل سالهای گذشته این حکومت رو نجات بدن. اینو آسیب‌های الان مسئله اینه، مثلا اونا در ظاهر سلطنت طلبها اینو عنوان میکنن که یک جنگ بالاخره قدرتی ما میبینیم، اونا دنبال به دست آوردن همون کرسی سلطنت خودشون هستن از دست آخونا. یه نوع نمایشی از دشمنی با این سیستم حکومت جمهوری اسلامی از خودشون نشون میدن. مقاله‌ای هم که این روزا چاپ شده در واقع یه نوع گراگیری، این گرا میده به رژیم جمهوری اسلامی. یعنی تو این وضعیتی که الان مردم به قول شما واقعا متحدن، حمایت میکنن از همدیگه، الان بعد اعدام محسن شکاری ما دیدیم راهپیمایی سکوت بسیار بزرگی در تبریز برگزار شد. خب وقتی که در شهری مثل تبریز خلق انقلابی میان بیرون و این گونه احساس همدردی میکنن با کسی که در کرج اعدام شده، این پیام بسیار بزرگی. اما هدفشون چیه دقیقاً تو این وضعیت؟ اگه واقعا اونا با هم دشمنن، این دشمنیشون راستیه یا نه دروغیه؟ چی میخوان این وسط بگن؟ و اگه میخوان جاشو بگیرن بیان مثلا بر فرض آخوند نموند. به قول مامان من بچه که بودم همیشه میگفت پسرم جای تاج و عمامه عوض شده و الا هیچی تغییر نکرده، سلطنت همون سلطنت مونده، منتها به جای کاخ شده بیت. وقتی بزرگ شدم مفهوم این حرفا رو درک کردم. به نظر من این بحث رو تو این شرایط پیش کشیدن، همینطور که شما فرمودین اینا میخوان گرا بدن به جمهوری اسلامی، هدفشون این نیستش که جمهوری اسلامی بمونه. هدفشون اینه که جنبش‌های دیگه در مقابل جمهوری اسلامی مثل جنبش آذربایجان، مثل جنبش کردستان، سیستان، بلوچستان، خوزستان ضعیف‌تر باشه. به خاطر اینکه این جنبش‌ها قوی‌تر باشه دیگه حکومت مرکزی متمرکز کسی نمیتونه داشته باشه. مناسبات شورایی باید باشه. زبان‌های مادری دیگه ما یه زبان خدا شاه میهن نداریم. ما زبان‌های یکی از خواسته‌های همین امروز جامعه غیر فارس ایران که حدود نزدیک 60% جامعه ایران میشه، از نظر حقوقی هم بخوایم دموکراتیک فکر کنیم، رأی گیری کنیم، آزادی زبان‌های مادریه. طیف سلطنت طلب شوینیسم فارس اینو به ضرر خودش میبینه، میدونه از پردای سرنگونی جمهوری اسلامی این مسئله جلو بیاد چه کار باید بکنن. بنابراین از همین الان دارن این زمینه چینی را میکنن، این دشمنی خصومت‌های تاریخی را با تحریف اونها میخوان این جنبش‌ها را ضعیف کنن. و به ویژه خب آذربایجان
و به ویژه تبریز در جنبش مشروطیت پیشگام بود و هم در انقلاب 57 و الان من متاسفم که تبریز این جایگاه رو هنوز پیدا نکرده. امیدوارم هر چه زودتر پیدا کنه. انتظار جامعه سراسر ایران از مردم تبریز، از مردم آذربایجان مثل انتظاریه که تو انقلاب مشروطیت، تو انقلاب 57 میرن. الان باید مردم آذربایجان به عنوان یه جنبش چپ قوی درش وجود داره، باید این گرایشات ناسیونالیستی پانتورکیستی را کنار بزنه و وارد اون عرصه مبارزه طبقاتی جدی‌تر بشه، دوباره بتونه اون جایگاه دوران انقلاب مشروطیت و جایگاه عظیم، جایگاه اجتماعی خودش مثل انقلاب 57 پیدا کنه. امیدوارم تبریز بتونه و هر رو این جایگاه هر چه زودتر پیدا کنه و شخصا من به عنوان آذری به خودم اون جنبشی که اونجا هست انتقاد دارم. هنوز تو آذربایجان ظرفیت‌های بسیار بالایی وجود داره. تبریز پیشوریاست، ستارخان باقرخاناست، حیدراموغلو هاست، صمد بهرنگی هاست، دهقانی هاست. اینا تو اون جایگاه قصه های قدیمیش کروغلو هاست. اینا را باید زنده کرد. اینا کجا هستن؟ اینا باید تو اون جامعه، این جنبش بسیار جنبش قویه. امیدوارم رو هرچه زودتر این جنبش بتونه خودش رو جمع جور کنه، دوباره نقش تاریخیش رو تو جنبش انقلابی کنونی ایران هم مانند گذشته ایفا کنه. سپاسگزارم. خسته نباشید رفیق برام. میریم یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم راجع به همین بعد جمهوری اسلامی بحث رو ادامه میدیم که آلترناتیو باید چی باشه و کی باید مطرح بشه. اون چیزی که مد نظر ماست حکومت شوراییه و این حکومت شورایی با مدیریت شورایی چه تفاوتی داره، کی باید تو جریان این جنبش مطرح بشه. عموما اینو به بحث میذاریم، بعد حدود 20 ثانیه استراحت دوباره برمیگردیم خدمتتون. خیلی ممنون. خواهش. آوارگی، رنج و درد، سرکوب و ستم و گرسنگی دیگر از تحمل فراتر است. آی هم زنجیران، روز ما فرا رسیده است، تا کی دنیای وارونه بر پای نیستد. هنگام رهایی فرا رسیده، جهان باید زیر و زبر گردد. جهان از آن سازندگان آن است. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران، به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. نعمات و فراورده های انسانی و هر آنچه منشأ آسایش و شادی است، تا کی در دست سود پرستان و غارتگران؟ دست غارتگران کوتاه تا این همه از آن همگان گردد. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران، به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. زنجیر هزاران ساله خواهد گسست. آن روز جشن پردوام کارگران است، روزی که استثمار شدگان رهبری جهان را در دست گیرند. آفتاب جاودانه خواهد درخشید. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران، به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. حکومتی
با عرض سلام مجدد و شب بخیر خدمت شما بینندگان گرامی. در ویژه برنامه دیگه از ویژه برنامه‌های مختص به جنبش انقلابی مردم ایران در خدمتتون هستیم. در این برنامه رفیق بهرام رحمانی مهمان ویژه برنامه ما هستن. امشب در قسمت اول در مورد 21 آذر و سرکوب جنبش آزادی بخش آذربایجان و کردستان صحبت کردیم. در ادامه بحث جلسه قبل که در مورد آلترناتیو بود و رهبری رو ما بحث کردیم و گفتیم که رهبری هست، الان در جریان هست، ولی مسئله آلترناتیو، اونجا هم آلترناتیو 3 نوع آلترناتیو بحث شد. اون چیزی که مهمه آلترناتیویی که مد نظر ماست که همون حکومت شورایی و مدیریت شوراییه. در جلسه پیشین ما این دوتا رو بحث کردیم که تفاوت هست ما بین حکومت شورایی و مدیریت شورایی. پس این رو ادامه میدیم با رفیق بهرام عزیز. رفیق بهرام، سلام مجدد و خسته نباشید عرض میکنم خدمت. ممنونم. منم مجددا برای شما و بینندگان تلویزیون درود میفرستم. در خدمتم. زنده باشید. ما تایممون حدود کمتر از 20 دقیقه است. میخوام تو این تایم بتونیم بحث رو جمع جور بکنیم. مسئله اینه که این آلترناتیوی که مد نظر ماست کی باید مطرح بشه؟ الان وضعیت جنبش رو میدونیم و یکی از ایراداتی هم که معمولا گرفته میشد اینه که هنوز این جنبش آلترناتیو مشخصی رو به عرصه نیاورده، مطرح نکرده. آیا شما اینو تو طی ادامه این جنبش تا به امروز دیدید و یا جای خالیش رو احساس میکنید یا باید مطرح میشد یا نشده یا کی باید مطرح بشه؟ ببینید، همون بحث گذاشتمون من آخر سر به این مسئله اشاره کردم. یکی از اشتباهات بزرگ ما در انقلاب 57 این بود که میگفتیم این شاه دیکتاتور مستبد، این بره هر که بیاد بهتر از اینه و ما نیومدیم بگیم خب این شاه بالاخره ما اراده کردیم به عنوان جنبش انقلابی گفتیم بره، تلاش میکنیم بره، ولی اگه این فردا رفت ما میخوایم چه کار کنیم؟ اون فردا رفت ما میخوایم چه کار کنیم؟ ما اون دوره به بحثا رجوع کنیم، شاید محفل اینجا و اونجا گفته بشه، ولی در سطح کلان کسایی که به عنوان نمونه تو رادیو BBC اون موقع خیلی مهم بوده و اسناد رادیو BBC را جمهوری اسلامی 3 کتاب و 700 صفحه‌ای چاپ کرده، ما موقعی که میبینیم اونجا یه بحث یه دانشجو نمیبینیم، یه کارگر نمیبینیم، یه زن نمیبینیم، چندین نفر اطرافیان خود خمینی هستن دارن مطرح میکنن. بنی صدر بازرگان قطب‌زاده است یا از اونور داریوش فروهره که وزیر اطلاعات وقت بوده، دارن اینا به اثارا پیش میبرن. بنابراین ما اون تجربه به ما یاد داد که اون سیاست، اون نگرش به غایت غلط بود. ما باید بیاییم بگیم امروز داریم میگیم جمهوری اسلامی باید بره، جوونا تو خیابونها رفتن حکم رفتن جمهوری اسلامی رو دادن، حالا دیر یا زود این حکومت میره، ولی اگه این حکومت پردا فرو ریخت ما آلترناتیومون چیه؟ چه برنامه‌ای داریم به عنوان نیروهای سیاسی، به عنوان کسایی که تئوریای آینده را، گذشته را، حال آینده را میبینن، آلترناتیو میدن، پیشنهاد میدن؟ خب ما نمیتونیم بگیم بذار جمهوری اسلامی بره بعد صحبت کنیم. جمهوری اسلامی رفت، هر کس زورش بیشتر اون میبره، ضعفا میبازن، پیروزا دوباره تاریخ خودشون رو مینویسن. بنابراین ما باید از همین الان طوری این بحثمون را اجتماعی کنیم، علنی کنیم، فردای جمهوری اسلامی ضعیفترین گرایشات هم مورد سرکوب قرار نگیرن، حرفشون را بتونن بزنن.
بایستن. قدرتمندان نیان ضعفا را بخورن دوباره. و از این نظر من گفتم ما در سطح کلان اگه بخوایم سیاست ها را در نظر بگیریم 3 گرایش بزرگ وجود داره. یه گرایشی که احیای سلطنت در ایران، وارثان خودشو داره، صاحبان خودشو داره، حامیان بین المللی خودشو داره و سخنگوشون هم رضا پهلوی و هست. مرتبم رسانه های بین المللی بهش میدون میدن، امکان میدن و خودش میاد ریاکارانه میگه من کاری نیستم، از هیچ حزب و نظری دفاع نمی کنم، ولی بلافاصله همونجا میگه که من با نهادهای بین المللی با دولت ها دارم تماس میگیرم. شما تماس میگیری بس کاری نیستی چی میگه به اونا؟ میاد بعضی موقع سوتی های بزرگ میگه به بایدن پیشنهاد کردم صندوق اعتصاب بذاره کارگرها بتونن اعتصاب کنن. فکر میکنه دوران 57 خمینی عراقی را بفرسته بازار یکی پول پر کنه بیاد بره به کارگرها اعتصاب کنن پولتون رو ما میده. امروز کارگر گرسنه میمونه، یه قرون از هیچ کس قبول نمیکنه، خودشو جنبششو به پول نمیفروشه. بنابراین این سلطنت طلب یه گرایش. یه گرایش دیگه جمهوری خواهی و این جمهوری خواهان هم طیف جمهوری خواهان دموکراتیک و لاییک و نمیدونم جمهوری خواهان ملی و طیف زیادی از سازمان‌های موجود به هر رو علاقه دارن به جمهوری خواهی و خود این جمهوری خواهی هم یه حاکمیت بورژوازی تو جهان شناخته است، تو تاریخ شناخته شده است. باز همین جمهوری خواهی هم خب ما تجربه اروپا رو داریم میبینیم هیچ نونی به سفره خالی کارگر نمیاره. جناح‌های بورژوازی رو به قدرت میرسونه، گرایشات بورژوازی رو به قدرت میرسونه. در واقع اون طبقات دست نخورده باقی میمونه و کارگری که باید نیروکار خودش رو بفروشه استثمار بشه تا گرسنه نمونه. بورژوا که نیروی کار اونو مفت مجانی میخره و روز به روز چاق‌تر و فربهتر میشه. و یه گرایش دیگه گرایش چپ. این گرایش چپ هم درون خودش نگرش‌های مختلفی داره. برای مثال اگه اونایی که شورایی میخوان و تو این نگرش شورایی میگه حکومت شورایی، یکی میگه که مدیریت شورایی. این دوتا به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی تفاوت خیلی بزرگی دارن. اونجا حکومته، حالا این حکومت حزبی میشه یا ائتلاف حزبی میشه و اینجا به قول معروف حکومت نیست. نهادهای مردمی از کوچکترین پایه‌هاش از روستاها گرفته شهرها، مناطق میان نمایندگان خودشون رو تعیین میکنند، مبارزه خودشون رو دارند، فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی اقتصادی خودشون رو دارند و نماینده اینها میره نمایندگان شهر میشه، نمایندگان اونها میشه نمایندگان کشور. شاید 3000 نفر 4000 نفر نماینده کشوری بشه و اون 4000 3000 نماینده بین خودش کمیسیون‌های مختلف امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، دیپلماسی بین خودش تقسیم میکنه، فعالیت میکنه و نمایندگانی که برای شوراها انتخاب میشن در واقع هر مجمع عمومی که برگزار میشه ازش حسابرسی میشه. چقدر کار خودش رو پیش برده، چقدر به وظایف خودش بر رو ساق بوده، تونسته درست پیش ببره. اگه درست پیش برده دوباره بهش رأی میدن، نه عوضش میکنن یه آدم اصلح و آشناتر و با تجربه‌تر رو بهش میذارن. نمونه های این مسئله کجاست؟ نمونه های این مسئله کمون پاریس. همون 3 ماهی که ما در نظر بگیریم خود مارکس انگلس هم زنده بودن، به بهترین وجهی
شوراها به هر رو دخالت داشتن. در همه امور شوراها بودن تصمیم میگرفتن. مدل جدیدش ما 10 ساله با تمام مشکلات و معضلات و کمبودا و انتقادات تو روژاوا داریم میبینیم. روژاوا تو اون قلب خونین 10-12 ساله جنگ داخلی سوریه یا تو خاورمیانه به هر رو یکی از مناطق دموکراتیک حساب میشه. نه حزبی بر قدرته، نه به قول معروف دولتی بر قدرته، به شکل شورایی اداره میشه، در صورت که بغل همون روژاوا ما اقلیم کردستان داریم، 26-27 سال دولت اونجاست، ولی اون منطقه بین 2 تا حزب حاکم تقسیم شده و جامعه به شدت بیکاری غوغا میکنه، فقر غوغا میکنه، ولی تمام کادرای این 2 تا جریان تو کاخ زندگی میکنن، تو رفاه زندگی میکنن، میلیاردها دلار درآمد دارن. گاه با عربستان همکاری میکنن، گاه با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، گاه با ترکیه. عملاً هم کردستان تبدیل شده به جولانگاه غیر از شرکت‌های امپریالیستی، مشخصاً به جولانگاه جمهوری اسلامی و دولت فاشیست ترکیه. بنابراین ما اینو مقایسه این مدل شورایی مدل بسیار مناسبیه برای مدیریت جامعه. حالا این مدل شورایی را تاکنون تو 40 سال گذشته بارها صحبت شده. حتی ما انقلاب 57 بعد از اون داریم میبینیم شوراها عین گارچ از زمین میروین. شوراهای مختلف درست میشه، ولی شوراها تجربه ندارن. شوراها ابتدایی هستن. شوراها قدرت ندارن. شوراها بیشتر در امور روزمره خودشون رو درگیر میکنن. شوراها آلترناتیو حکومتی ندارن. ولی ما داخل ایران این تئوری را، این نظر رو الان 4-5 ساله از طریق اسماعیل بخشی، نماینده جوان کارگران نیشکر هفت‌تپه که 4-5 هزار کارگر اونجا وجود داره، این تئوری باز تولید شده، به وجود اومده. در سطح وسیعی فعالین معلمان به این باور دارند، نویسندگان، عضو کان نویسندگان و غیره به این باور دارند، خیلی از فعالین کارگری به این باور داره، خیلی از کسایی که امروز زندانی سیاسی هستند به این باور دارند و اینها رهبرای سیاسی هستند. و یه بحثی که بسیار مهمه، خارج از کشور رو بیشتر مشغول کرده، رقابت ها بیشتر شده، بر سر رهبریه. حزب من رهبر بشه، من رهبر بشم. و این بحث برای جامعه ایران بسیار خطرناکه. اون جامعه ایران، الان من اون بحث قبلی هم گفتم چهره‌های بسیار شاخص شرشناس تو جامعه ایران وجود داره. اینا هم تئوری بلدن، هم سازماندهی بلدن، هم کادر عملی هستن، هم کادر سازمانده هستن، هم کادر سیاسی هستن. میشه چند هزار نفر رو لیست کرد. اینا به بهترین وجه پیچ‌خم‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی، دیپلماسی جامعه رو میدونن. اون نیروهایی که صرفاً خارج از کشور بودن، 40 سال از جامعه دورن، شاید به لحاظ نظری از اونا بیشتر 2 تا کتاب بیشتر بخونن، ولی به قول مارکس دانشکده جنبش انقلابی، جنبش کارگری، انقلاب اعتراض و اعتصابه. من 40 سال مستقیما تو اعتراض و اعتصاب شرکت نکردم، ولی تو این 40 سال بری از رضا شهابی بپرسی، محمود صالحی بپرسی، اسماعیل بخشی بپرسی، سپیده قلیان بپرسی، از صدها فعال کارگری، معلمان، نویسندگان بپرسی، به شما دارن میگن که ما روزمره تجربه‌مون تو این اعتصاب این بوده.
تو این اعتراض این بوده، کمبودامون اینا بودن، نقاط قوتمون اینا بودن، تو زندان‌های اینا نقاط ضعف و قدرت حاکمیت رو میشناسن، سرمایه‌داری رو میشناسن. بنابراین من اینجوری فکر نکنیم که خارج از کشور یه ذره فضای آزادتری بودند، یه ذره کتاب بیشتر خوندن، امکانات رفاهی بهتری نسبت به داخل ایران داشتن، زندان نرفتن، اینا میتونن جامعه ایران رو رهبری کنن. رهبری کسی میتونه بکنه که دستش زیر آتشه. از راه دور نمیشه رهبری کرد، با تئوری نمیشه رهبری کرد. مارکس همیشه تئوری و پراتیک گفته همزمان پیش بره، نه از اون بر میز بیفته تئوری همه چیز باشه، نه از این بر میز بیفته که پراتیک همه چیز باشه. ما هر دوی اینها رو تو ایران داریم، به وفور هم داریم. کی باید مطرح بشه رفیق برام؟ تو شعارها باید به عام جا بیفته، مردم که میان تو صحنه، تو خیابون حضور پیدا میکنن، تو مراکز مختلف مثل دانشگاه ها یا مدارس یا بازنشستگان، معلمان، جنبش های مختلفی که هست، کارگران میدونیم که بارها تو شعارهاشون مطرح کردن، اما میخوایم عمومی بشه این شعار، یعنی بشه یه شعار توده‌ای که مشخص باشه دیگه خلق چی میخواد. ببینید، کار، آزادی، مدیریت شورایی در کنار زن، زندگی، آزادی تکمیل کننده این جنبش انقلابی، این دوتا شعار. حالا شعارهای دیگه ای داده میشه، مضمونش به اینجا میرسه، شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یعنی اونی که نه شاه میخواد نه رهبر میخواد، جامعه شورایی میخواد. و خود این شکل سازماندهی، شکل این مبارزه نشون میده نقاط مختلف تهران، سنندج، تبریز، خوزستان، تهران، شمال، موقعی که فراخوان‌های مختلف داده میشه و این نشان از این نگرش شوراییه، نشان از سازماندهی شوراییه. اگه این یه جا متمرکز بود، یه حزب بود، چند تا رهبر بود، الان جمهوری اسلامی خیلی وقت پیش یا سر اینا رو بریده بود یا باشون خریده بود، یه سازش کرده بود. ولی الان جمهوری اسلامی بزرگترین بدبختش اینه نمیدونه با کی طرفه، با میلیون ها جوان تحصیل کرده، آگاه، تشنه آزادی، با میلیون ها دختری که فقط اون حجابشون نیست، برابری واقعی میخواد تو بطن سیاست ها دخالت کنه، بطن همه چیز جامعه، از اقتصاد، سیاست، امنیت، دیپلماسی میخواد دخالت کنه. حجاب و لغو حجاب یه چیز خیلی جزئی و پیش افتاده است. مطالبات زنان تو 44 سال دیگه انباشته شده، خیلی مطالبات وجود داره. پس بنابراین ما تو جامعه ایران این روشی که این جنبش داره پیش میبره، خود این جنبش میدون نمیده به گرایشاتی که میخواد سوء استفاده کنه. یعنی کسایی که دارن میگن آقا این جنبش سر نداره، این جنبش رهبر نداره، واقعا نگران رهبری خودشونن، نگران رهبری اون جامعه نیستن. اون جوانایی که الان داره دستگیر میشه، اعدام شده، داره محسن شکاری را بدون دادگاه اینا میزنن، زهرچشم از جامعه بگیرن، ولی جامعه بیشتر خشمگین میشه، علیه جمهوری اسلامی به پا برمیخیزه. و اون شعار دقیق درستی که یه نفر کشته بشه 1000 نفر کشته شه، و این شعار نشون میده که اون جنبش رهبری داره، سازماندهی داره و نیازی به رهبری نداره از خارج بیاد. ولی ما تاریخاً دیدیم در انقلاب 57 ایران، متاسفانه ما دیدیم که
چجوری دولت‌های سرمایه‌داری تو کنفرانس گوادلوپ دور هم جمع شدن و تلاش کردند حمایت کنن، پشتیبانی کنن این جنبش رو بدن دست خمینی و گرایش مذهبی و چگونه اونها را تقویت کنن، چگونه گرایش چپ رو تضعیف کنن. این تجربه رو داریم. بهار عربی تجربه رو داریم. اون تظاهرات میلیونی مصر یادمون نره، ولی نتیجهش امروز کودتاگران حکومت میکنن. سوریه یادمون نره، امروز 12 سال جنگ داخلی و کشتار داخلشه. عراق، افغانستان، یمن، نمونه اینا. ایران تافته جدا بافته نیست. ایران شاید شرایط دیگه‌ای داره، 16 میلیون دانش آموز و دانشجو داره با کادر آموزشیش حدود 17-18 میلیون میشه، با سواد بیشتره، تجربه دوتا انقلاب داره جامعه ایران به جهان مثلا در طریق این. ولی خب بدونیم دشمنم قویه، دشمن ضعیف نگیریم، دشمن رو دست کم نگیریم. این توطئه‌ای که جناح‌های مختلف سرمایه‌داری در خارج از کشور میکنن نبینیم، کم نبینیم. دشمن اگه دست کم بگیریم ضربه میخوریم. حتی دشمن ضعیف باید بسیار قوی‌تر بگیریم. باید از همین الان اون جنبش بر رو راه و مسیرشو داره خوب پیش میره تا الان و به کسی اجازه نداده وارد اون جنبش بشه، منحرف کنه و بعد از اینم بر رو این جنبش به سلامتی مسیر خودش رو باز کنه. یه بحثی اینجا هست، احزاب سازمان ها. اگه امکان داره کمتر از 2 دقیقه زمان داریم، کوتاه بفرمایید ممنون میشم. احزاب سازمان ها جامعه که حزب نداشته باشه، سازمان نداشته باشه، جامعه قبیله‌ایه. جامعه مدرن، جامعه پیشرفته، جامعه طبقاتی حزب داره، سازمان داره. این احزاب سازمان ها وظایفی دارن. مهمترین وظایفشون اینه که این جنبش انقلابی را تقویت کنن، نه اینکه خودشون را به عنوان یک فرقه وسط این جنبش مطرح کنن. من احزاب رو نفی نمی کنم، نادیده نمیگیرم، نقششون بسیار مهمه، ولی حزبی که نگران لیدر خودشه، حزبی که نگران رهبری خودش تو این جنبشه، اون حزب اون جنبش نمیتونه خدمت کنه. حزبی میتونه با تمام خلوص نیت هر چی داره در اختیار این جنبش بذاره، رادیوش، تلویزیونش، تقویتش، دیدارهای مخفی، سازماندهی مخفی، سازماندهی شهری، کمک به فعالین عملی سیاسی. یه حزب میره بدون چشم داشت اینها رو چون رهایی کل اون جامعه، این حزب هم رها میشه. و امروز همه به این نتیجه خوشبختانه رسیدن که مثل سابق یه حزب نمیتونه رهبر طبقه باشه، رهبر یه جنبش انقلابی باشه. احزاب مختلف، گرایشات مختلف وجود داره. بنابراین باید اون حزبی میتونه داخل این جنبش قد بلند کنه، فردای سرنگونی جمهوری اسلامی بگه آها ایشون کادرا و اعضای فلان حزب بودن که در کنار ما بودن، نمیدونستیم. اون افتخارآمیز میشه تا اینکه بدون تو این وسط حزبی داره میره معامله میکنه بر سر این جنبش. از کیلومتر صدها فرسخ دور میره سالن‌های سربسته میشینه، با مکرون بده بستان داره، با بایدن بده بستان داره، نمیدونم با اون تشکل فلان بده بستان داره. بنابراین احزاب سازمان ها نقششون بسیار مهمه، ولی به شرطی که به اون وظایف خودشون به عنوان از برج عاج و از بالا به این جنبش نگاه نکنن، خودشون رو بخشی از این جنبش بدونن، به این جنبش افقی عمودی نگاه نکنن، افقی نگاه کنن و اون موقع این جنبش پیروز شد، اون احزاب هم جایگاه خودشون رو داره.
در غیر این صورت اون احزابی که برای این جنبش جلوش زیر پاشون پوست خربوزه انداختن، فردای انقلاب همه اینا حسابرسی ازشون خواهد شد، جایگاهی نخواهند داشت. با امید اینکه این جنبش انقلابی که در ایران در پیشه به سلامتی و با قدرت از تمام این موانع رد بشه و بتونه با سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی اون جنبش شورایی را در جامعه ایران متحقق کنه و همه انسان‌ها آزاد و برابر بدون در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، باورهای سیاسی تو اون جامعه زندگی کنن و اولین قدم هم تمام شهروندای افغانی که تو ایران زندگی میکنن به عنوان بخشی از جنبش ایران شهروندان ایران به حساب بیان و هر کسی که اونجا داره زندگی میکنه صاحب اون جامعه باشه. سپاسگزارم رفیق بهرام عزیز. متاسفانه تایم برنامه ما به پایان رسید، اما بسیار بحث عالی بود و لذت بردیم، استفاده بسیاری بردیم. بسیار سپاسگزارم از حضور پربارتون تو این برنامه. منم از شما تشکر میکنم. بار دیگه با اون مادران و پدران داغ‌دیده‌ای که این روزا هم در خیابونا اعتراض میکنه فرزندانشون، هم بچه‌هاشون رو از دست میدن، باشون همدردی میکنم. همینطور که گفتم امیدوارم فردا 21 آذر آذربایجان یک صدا علیه جمهوری اسلامی به پا برخیزن و اون جایگاه تاریخی خودشون رو مثل انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 پیدا کنن. ما هم امیدواریم. بسیار خوشحال شدم. شب و روز بسیار خوبی رو برای شما آرزومندیم رفیق بهرام عزیز. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، به پایان ویژه برنامه دیگر از ویژه برنامه‌های مختص به جنبش انقلابی مردم ایران رسیدیم. تا دیداری دیگر، روز و شب‌های بسیار خوب و پر از سلامتی برایتون آرزومندیم. کارگریم پرداخته در کوره رنج و مشقت، قدرت عظیم تاریخ ساز ماییم دریای توفنده کار. سوسیالیسم افق آرزوهای من، افق آرزوها و طلیعه روشنی فردا. شپولی لافاوی یار ایمن دریای خروشکار. شپولی لافاوی یار ایمن دریای خروشکار. سوسیالیسم اسوی آواز Shakti rozgara